شده تا حالا صبح از خواب بیدار شی و اصلا هیچ دلیلی، هیچ انگیزه‌ای برای بلند شدن از تخت پیدا نکنی؟ یه حس سنگینی، انگار همه چیز بی‌معنی و بی‌هدفه. میدونی از اون روزا که نه حوصله درس خوندن داری نه کار کردن؟ نه، اصلاً انرژی داری که با کسی 2 کلمه حرف بزنی؟ و حتی حال این که حالت خوب باشه رو هم نداری. اگه این حسا برات آشناست، پس جای درستی اومدی. این بررسی دقیقاً برای توئه. خب اولین قدم و به نظرم مهمترین قدم اینه که یه اسم درست برای این حالمون پیدا کنیم. چون میدونی چیزی که تو داری تجربه میکنی به احتمال خیلی خیلی زیاد تنبلی نیست. خیلی از ماها اولین برچسبی که به خودمون میزنیم اینه که وای من چقدر تنبل شدم. اما صبر کن. واقعیت معمولاً یه چیز دیگه است. این حس بیشتر از اینکه تنبلی باشه، یه زنگ خطره. یه نشونه از خستگی خیلی عمیق یا شاید انتظارات خیلی بالایی که از خودمون داریم یا حتی احساساتی که مدت هاست داریم سرکوبشون میکنیم. ببین مغز ما یه جورایی مثل یه کامپیوتر هوشمنده که یه حالت محافظتی داره. وقتی میبینه که برای مدت طولانی زیر فشار و استرس شدید بودی، برای اینکه از منابع حیاتیش محافظت کنه، اولین کلیدی که میزنه و خاموشش میکنه کلید انگیزه است. پس این یه نقص توی شخصیت تو نیست، یه واکنش کاملا طبیعی و هوشمندانه بدنه. خب حالا نکته جالب اینجاست. این بی‌انگیزگی صرفاً یه حس بد و آزاردهنده نیست. نه. در واقع این یه پیامه. یه پیام خیلی مشخص از طرف مغزت که داره سعی میکنه بهت بگه یه چیزی درست نیست. حالا این پیام چیه؟ خیلی ساده است. مغزت داره 2 چیز بهت میگه. یا اینکه هی یه چیزی خیلی زیاد شده. مثلا فشار کاری، استرس، فکر و خیال. یا داره میگه یه چیزی خیلی کم شده. مثلا استراحت، تفریح، ارتباط با آدمایی که دوستشون داری. اگه این پیام رو نادیده بگیری، فقط حالت بدتر میشه. ولی اگه بهش گوش بدی، این میتونه دقیقاً نقطه شروع برای بهتر شدن باشه. این مقایسه آدم با گوشی موبایل رو خیلی دوست دارم. خیلی ساده ولی عمیقه. فکر کن هیچ کدوم ما از گوشیمون انتظار نداریم با باتری 0% کار کنه. درسته؟ خب ما آدما هم دقیقاً همینیم. اگه حس میکنی دیگه نمیکشی و ناامید شدی، معنیش این نیست که تو به درد نمیخوری. معنیش اینه که باتریت خالی شده، همین. خیلی خوب، تا اینجا فهمیدیم داستان چیه؟ حالا وقتشه که ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. میخوام با هم چند تا راهکار خیلی خیلی ساده و عملی رو ببینیم که چطور این باتری رو دوباره شارژ کنیم. قدم‌های کوچیک اما مهم. امروز قراره 3 ابزار خیلی ساده رو با هم یاد بگیریم. ابزارهایی که مخصوصاً برای همین روزهای کم انرژی و بی‌حوصلگی طراحی شدن. این 3 ابزار چیان؟ اولی، قانون 5 دقیقه. دومی، جدا کردن ارزش خودت از عملکردت. و سومی، انجام یه حرکت خیلی خیلی کوچیک. خب، حالا بیاین هر کدومو باز کنیم و ببینیم دقیقاً یعنی چی. خب، ابزار اول قانون 5 دقیقه. این فوق‌العاده است. ببین، وقتی یه کار سخت جلوته، مثلا یه فصل کتاب که باید بخونی، به خودت نگو باید کل اینو تموم کنم. این جمله مغز رو فلج میکنه. به جاش با خودت یه قرار کوچیک بذار. فقط 5 دقیقه انجامش میدم. جادوش اینجاست که معمولاً بعد از اون 5 دقیقه دیگه ادامه دادنش خیلی راحت‌تر میشه، چون سخت‌ترین قسمت همیشه فقط شروع کردنه. و اما ابزار دوم که به نظر من از همه مهم‌تره. لطفاً اینو یادت نره. ارزش تو به کاری که امروز انجام دادی یا ندادی ربطی نداره. عملکرد ما آدم‌ها مثل نمودار بورسه. یه روز میره بالا، یه روز میاد پایین. اما ارزش وجودی تو ثابته. تو ارزشمندی، حتی تو روزهایی که حس می‌کنی هیچ کار مفیدی نکردی. و ابزار سوم، یه حرکت خیلی کوچیک. میدونی یه باور غلطی وجود داره که میگه اول باید انگیزه بیاد، بعد ما یه کاری بکنیم. اما علم روانشناسی میگه دقیقاً برعکسه. اول باید یه حرکتی بکنی تا بعدش انگیزه بیاد. پس دنبال یه کار بزرگ نگرد. یه کار خیلی ساده، تختت رو مرتب کن. یه لیوان آب برای خودت بریز. 3 نفس عمیق بکش. همین کارهای کوچیک یه زنجیره مثبت رو تو مغزت راه میندازن. خب رسیدیم به بخش آخر. اینجا میخوایم یه کار خیلی مهم بکنیم. تعریفمون از موفقیت رو توی روزهای سخت عوض کنیم. این بخش درباره مهربون بودن با خودمونه. این جمله رو باید هر روز به خودمون یادآوری کنیم. تو قرار نیست همیشه پر از انرژی باشی. اصلا همچین چیزی ممکن نیست. قرار نیست همیشه حالت عالی باشه. روزهای بی‌انگیزگی و کم انرژی جزئی از پکیج انسان بودنه. این یه باگ نیست، یه ویژگیه.
پس یادت باشه تو بعضی روزا تعریف موفقیت چیز دیگه است. موفقیت یعنی فقط ادامه دادن، یعنی فقط از جات بلند شدن و روز رو به شب رسوندن. همین به تنهایی دستاورد خیلی بزرگه. برای همین ادامه دادن، به خودت افتخار کن. و یه نکته آخر که فوق‌العاده مهمه. ببینید، اگه این حس بی‌انگیزگی خیلی وقته که باهاتونه و ولکن نیست، یا بدتر از اون، اگه افکاری در مورد آسیب زدن به خودتون دارید، لطفاً خواهش میکنم حتماً با یه متخصص یا یه فرد قابل اعتماد صحبت کنید. یادتون باشه کمک گرفتن نشانه قدرت، نه ضعف. و به عنوان سوال آخر میخوام از شما بپرسم، شما معمولاً چه موقع‌هایی از روز یا هفته این افت انگیزه رو بیشتر تجربه میکنید؟ صبح‌ها که بیدار میشید، آخر شبا، یا شاید آخر هفته‌ها؟ تجربتون رو توی کامنت‌ها برامون بنویسید، اینجوری میتونیم از همدیگه یاد بگیریم.